همه چیزو به خورد سلولای پوستتون میده. بهش میگن الکتروپورشن، ولی شما احتمالاً به اسم مزوتراپی بدون سوزن میشناسیدش. کارش جذب دادن مواد به پوست و موی شماست. اما چه جوری؟ این دستگاه با الغای یک میدان الکتریکی آرایش فسفولیپیدهای سلولی رو به نوعی تغییر میده که موادی که بخواید جذب بدید رو بتونن به راحتی بپذیرن. سخت شد؟ خب بذارید براتون مثال بزنم. پوسته سلول رو مثل این کاسه در نظر بگیرید. موادی که میخوایم جذب پوست بکنیم رو هم مثل این آب در نظر بگیرید که هر چقدر داخلش بریزم وارد این ظرف ما نمیشه. اما زمانی که الکتروپورشن رو روی سطح پوست قرار میدیم، باعث میشه سوراخ‌هایی روی سطح پوست ایجاد بشه که موادی که میخوایم جذب بدیم رو به همین راحتی وارد پوست بکنیم و به محض اینکه الکتروپورشن از روی سطح پوست برداشته میشه، تمام منافذ بسته میشن و دوباره به همون آرایش سلولی برمیگرد. حالا چه چیزهایی رو میشه با الکتروپورشن جذب داد؟ همه چیز رو میتونید جذب بدید بجز فیلر. بله، حتی کوکتل های مزوتراپی. کوکتل های مزوتراپی چون درشت مولکولن فقط باید تزریق بشن، ولی ما با الکتروپورشن میتونیم جذب بدیم. آیا جایگزین میکرونیدلینگ میشه؟ قطعا نه، چون تو میکرونیدلینگ ما تخریب بافت و بازسازی سلول رو داریم، ولی جایگزین مزوتراپی میشه. میکرونیدلینگ یک مکانیزم پیچیده با فواید خاص خودشه. مزوتراپی صرفاً برای جذب دادن مواد از طریق تزریق استفاده میشه. الکتروپورشن هم همین کار رو بدون سوزن انجام میده. برای مثال، برای درمان جایجوش ما حتما نیاز به تخریب بافت داریم، ولی برای درمان لک نیازی به تخریب بافت نیست. خطر یا عوارض داره؟ هیچ عوارضی نداره، اما اگه ایمپلنت پلاتینی توی ناحیه تحت درمان دارید، این دستگاه نمیتونه توی اون ناحیه بهتون کمکی بکنه. طبق معمول برای خانم‌های باردار هم توصیه نمیشه. حالا اگه بخوام ساده بگم،